السلام علیکم تان زنده سلامت و خانه و سلامت باشید. الا هر کجا باشید نگهبانتون خداوند باشد. ببینید از یک سایت اینترنت گرفتم سخنهای عجیب. میگه که اگر خفه شد یا کسی تو رو رنجونید میگه نماز است. یعنی که نماز خون به خداوند روز گوی به الله تعالی بسیار الله تعالی برگرد میگه به خداوند عبادت کن. وقتی کسی تو رو رنجونید یا کسی تو رو خفه کرد کسی تو رو سخن قبیح گفت چه گفت به خداوند میگه روز گوی. اگر غمگین یا ضیق شدی میگه چیکار کن میگه قرآن است. قرآن بخوان گوش کن امری معروف نه از منکر گوش کن. خب میگه که اگر ببینه که در همین نسبت قرآن یک مثال شعر به شما گویم. میگه تو مشکل کشایم قرآن هست راهنمایم قرآن حاجت براری من اوس رحمت نثاری من اوس من خواهم از خداوند قرآن دید مرا پند غیر قرآنی بر من آرد ندانی. دیدید نیا کنید میگه که اگر که یک مشکل خفه شدی یا که کسی که رنجونید نماز هم آیت قرآن میخونید هست غمگین شدی قرآن یعنی قرآن سه ماش نگاه کنید چی میگه. میگه که از آینده خواطری دعا کن میگه دعا است. از آینده خواطرش نکن نیست که فقط چی میشود کار نیست پول نیست و یک چی به مزه میخوام خورم یک جوی به مزه میخوام یک جو رفتن در کو مهمونی رفتن در پول نیست خواطر نشو میگن دو خب برای صبر نگه کردن جنت است. در 90 جوی قرآن اومده است در باب صبر که الله تعالی با صبر کنندگان است. صبر کن صبر چیز زیباست. یعنی که صبر کلیدی همه مشکلی هاست. بله خب بیچاره خودت رو حس نکن و بیچاره نگو الله هست. خودت رو میگه بیچاره حس نکن و خودت رو بیچاره نگو هیچ وقت. بله من برای شما ویدیو کردم گفتم که بیچاره نگوین مرا هیچ گو بیچاره نگوین. بیچاره نیستیم ما الله تعالی داریم ما خداوند داریم. ما الله تعالی رو مثلا که عبادت میکنیم او ما رو دائم میشنود او ما رو دائم سخنهایمون رو مثلا که قبول میکنه دعاهایم رو قبول میکنه مناجاتم رو خداوند قبول میکنه. برای همین دائم با الله تعالی باید باشیم. میگه تو ای بنده غم مخور غم خوارد منم در هر دو جهان خریدارد همم. میگه تو اگر تو پرتوفتی مرا خدا نپرتاید مرا بادی آید و ایده بردارد مرا. این به صفت الله تعالی آمده است. انا میکنه همتان عزیز. برای همین بخشش هیچگاه باید چی نشه. میگه روح افتاده نباید شد از گذشت ایام هر شام که آید سپس آن سحری است. باید میگه امید نباید شد از گذشت ایام هر شام که آید سپس آن سحری است. دیدید من دائما برای شما نوارهای چی میگن خوب میکنم که تا اینکه شما راه افتاده نشوید شکسته نشوید. دائما با خداوند باید ما باشیم با خداوند روز گوییم با الله تعالی رابطه داشته باشیم. کسی که با خداوند رابطه دارد هیچگاه اون انسان در کوچه نمیماند گشنه نمیماند تشنه نمیماند چی میگن خور نمیشد ذلیل نمیشد. در چی میگن در غریبی هم باشه در غریبی مثال باشه خداوند شما رو مددگار است مهربان است. ببینید میگم که بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوندی که بخشنده مهربان است. خداوند که بخشنده مهربان که هست پس چرا ما غمگین شویم؟ در کتاب غنیمشه خوانم که میگه انسان‌هایی که در زندان هستن آنها آرزو دارن که به آزادی میبرن آرزو دارن و نیت دارن و نیت دارن. چرا تو میگه در آزادی هستی تو غمگین هستی؟ غمگین نشو. غمگین باید نشی. مادر میگه مثلا که غم نخور که غم تو رو میخوره. غمگین مشو ای دل میگوید که در یک شعر است سرود است هم دیگه نمیگه غمگین مشو ای دل خدا با توست خدا با توست. بله مینه دارم شما.